یه جوونی اصفهان آمد پیش منو گفت که من 50 میلیون کم آوردم، اگه بشه 50 میلیون برای من قرض‌الحسنی بگیری من کارم راه میفته 6 ماه هم میدم. گفتم والله این صندوق قرض‌الحسنی که 50 تومن نمیدن، نهایت 500,000 تومن میدن. دور بزنم من خیلی چونه بزنم 5 میلیون تومن برات بتونم بگیرم، کار تو حل نمیشه. ولی عوضش یه ذکر بلدم، اون ذکر رو یادت میدم، 500 میلیاردم بخوای گیرت میاد. و من این ذکر رو به هر کی گفتم بعدش زنگ زده از من تشکر کرد. هی نمونه هایی براش گفتم، گفت خدا تو رو خدا دل منو آب کردی، بگو چیه؟ ما بهش گفتیم بعد هر نماز سر به سجده بذار و این ذکر رو بگو، خیلی فوق العاده است. سال بعد اینو محرم گذشته نه، الان ما محرم تو ماه محرمیم، محرم گذشته نه، محرم قبلش بهش گفتم. پارسال محرم دهه اول که اصفهان بودم این جوان آمد گفت آقا میای بریم اثر این ذکر رو بهت نشون بدم، نمیخوام تشکر کنم ازت، نمیخوام بگم چقدر جواب داده، فقط بیا خودت ببین. شما تو ایران دیدین نمایندگی ایران خودرو یا نمایندگی سایپا یا نمایندگی اتومبیل همینجا هم هست، نمایندگیایی که ماشین فروشی دارن، از کارخانجات مختلف ایشون 5 تا نمایندگی زده بود. 50 میلیونه که حل شد هیچی. من تو یک سال 5 تا کارخانه مهم صنایع اتومبیل سازی من نمایندگیاشون زدم و قوقاییه. فقط منی که هیچی نداشتم، خونه اجاره ای، ماشین ضعیف، هیچی نداشتم، الان مای 52 میلیون فقط دارم حقوق کارمندان میدم. این کی بود تو یادم دادی؟ خلاص آقا ما رو برد اونجا و دیدیم و بعدم گفت یه ماشین میخوام بهت هدیه بدم، یه دونه از این ماشینای این شاسی بلند ویتارا چی اسمش تو کیا دیدین که شبیه اوناست، یه دونه از اونها برداشت آورد خونه ما گذاشت و گفت این ذکر تو یاد من دادی، یا الان موجوده دیگه تو خونه ماست. یعنی اینجور محکم دارم حرف میزنم که بدونید اونی که میگم خودم هم آثارشو دیدم، بنده خدا تا این حد از این استفاده کرد که ماشین رو برداشت سندش هم زد و برداشت آورد خونه ما الان موجوده، حی حاضر هست. 100 بار بگید پیشانی رو بذارین به خاک، 100 بار یا فاطمه، بعد طرف راست صورت رو بذارین 100 بار بگید یا فاطمه، بار دوم پیشانی رو بذارین 100 بار بگید یا فاطمه، بعد طرف چپ صورتتون رو بذارید 100 بار بگید یا فاطمه، بار سوم پیشانی رو بذارین 110 بار بگید یا فاطمه، که مجموعاً 510 بار یا فاطمه رو گفته باشین. اون وقت برای اینکه این سخت نشه براتون و یک اثر فوق العاده تری پیدا کنه، راهش اینه: نماز صبح که خوندین تسبیح از زهرا رو بگین، بعد تسبیح از زهرا سر به سجده بذارین 100 بار بگید یا فاطمه. نماز ظهر رو که خوندین، منو دیدین که میگم بعد هر نماز دیدین میرم سجده همین کارو میکنم، اون جوونا مثل بارون بهم میباره. نماز ظهر رو خوندین تسبیح از زهرا رو بگین سر به سجده 100 بار یا فاطمه. نماز عصر تسبیح از زهرا سر به سجده 100 بار یا فاطمه. نماز مغرب 100 مرتبه، بعد نماز عشا 110 مرتبه یا فاطمه. اگه بتونید داد بزنی فوق العاده. امام صادق اینجور ناله میزن. اگه یه جا خجالت میکشی توی بیابونی پارکی برو داد بزن، بعد ببین چی میبینی، اون رو بعد میزن.